سلام به همه. آیا شعر نفرین شده دیدی؟ اگه ندیدی میریم میبینی. عروسک آنابل، یه عروسک قدیمی که گفته میشه روح شیطان توش زندونیه و هر کی نزدیکش بشه بدشانسی و اتفاقات عجیب براش میفته. البته اینم بگم که این عروسک تو موزه بوده و الان نیست چون فرار کرده. حلقه انجمن برادری، یه حلقه خیلی قدیمی، یه حلقه مرموز که هر کی بهش دست بزنه نفرین میشه و زندگیش خراب میشه. آینه مرگبار، آینه‌ای که توش سایه‌های تاریکی، کابوس‌های وحشتناک دیده میشه. کسانی که بهش توجه کردن تجربه‌های ترسناکی داشتن. تمثال وحشتناک فیجی، مجسمه با تاریخچه عجیب که باور دارن هر کسی او رو تصاحب کنه نفرین میشه و مشکلات بزرگی به سراغش میاد. این اشیا واقعا عجیبن و مرموز. تو چی فکر میکنی؟ کدوم یک بیشتر ترسناک بود؟ کامنت بذار و بهم بگو. لایک و سابسکرایب هم یادت نره.